آی دکتر خسته نباشه. سلام پسر. مو ازم صبح کلا حس بویایی مس کار افتیا هیچ چیز نمیتونم بوی بکشم. میره معافی مو رو بی زحمت اقدام کن. کلا حس بویایی کلا تعطیل رفته. قاسمی جان اون قوطی شماره 3 رو بیار. شما این دارو رو الان مصرف کن. اگه خوب نشدی من معافیتتو میدم. موافقمو. بله. چیش هست دکتری؟ مصرف کن. چی شد؟ دکتری پشکله که دیدی حس بویاییت کار میکنه. پاشو گم شو برو سر خدمتت. نه دکتر گم شو. آی دکتر خسته نباشه. واسه که نمیدونم در جریان هست دیشب یک خمپاره بزنین. بله. خمپاره بخار دم رد ما. همال کلا حافظم اصلا نیست. همال اینجا کجاست؟ یادم نمیتونی معافی ما رو درست کنی. حافظت از دست دادی. آره یه دارو بهت میدم خوب نشدی معافیت میکنم. قاسمی جان قوطی شماره 3 رو بیار. دکتر رو که پشکل است که رو چیکار میخوای بگی ما؟ نگفتیم اگه حافظت از دست دادی. نه پشکل فقط ببین یادمه. گم شو برو سر خدمتت. فقط نمون. اضاف میزنم ها. های دکتر سلام. سلام. چرا لهجه‌ت عوض شده؟ آی دکتر من خودم عوض شدم. اصلا یه چند وقتی خیلی مهربون شدم. دلم شده اندازه یه گنجشک. دیروز تو عملیات اصلا نمیتونستم تیر بزنم. آی دکتر وقتی تو پادگان راه میرم همینجوری اسلحه‌مو میدم به همه. میشه معافم کنید یه موقع خدای نکرده اسلحه‌مو ندم به آدم بعدا. لطیف شدی. آره. باشه عزیزم من یه دارو بهت میدم بخور خوب نشدی معافیت مرسی میکنم. دکتر. قاسمی جان قوطی شماره 3 رو بیار. برا رو قطی شماره 3 پشکل لره دیگه ول کن دیگه قطی نه. مگه به جز قطی دیگه نداره. ببین چه خشن شدی الان از یه سگ هارم خشن تری. پاشو گم شو برو سر خدمتت. زندگی عین دریای بی